21. هر بار یک کار مهم انجام دهید. راز قدرت واقعی در این است با تمرین کردنی بر دوام یاد بگیرید که چطور توانایی‌های خود را هدر ندهید و در هر لحظه آنها را بر یک نقطه متمرکز کنید. جیمز آلن. قورباغه را خورد بده. تمام برنامه‌ریزی ها، اولویت بندی ها و سازماندهی ها به همین مفهوم ساده وابسته هستند. فعالیت و بهره‌وری فردی بالا بستگی به میزان توانایی شما در انتخاب مهمترین کار، شروع آن و تمرکز کامل تا اتمام آن. همه دستاوردهای بزرگ بشریت نتیجه سخت‌کوشی و تمرکزی طولانی مدت روی کار تا اتمام آن بوده است. ضرورتی انجام کار این است که وقت شروع کرده به ایست ادامه دهید و تا کار 100% تمام نشده است اجازه ندهید هیچ عامل موجب خلل یا مشکل در کار شود. هر وقت وسوسه می شود که کار را متوقف کنید یا به کار دیگری بپردازید، به خودتان بگویید برگردیم سر کار خودمان. با تمرکز کامل روی مهمترین کار می توان زمان لازم برای اتمام آن را تا 50% یا حتی بیشتر کاهش داد. تخمین زده شده است که تمایل به متوقف کردن کار و شروع مجدد آن می تواند زمان لازم برای تکمیل کار را تا 500% افزایش دهد. هر بار که به کار متوقف شده برمیگردید مجبور هستید بفهمید هنگامی که کار را متوقف کردید کجا بودید و برای ادامه کار چی باید بکنید. باید بر سکون غلبه کنید و مجددا خودتان را ترغیب به کار کنید تا آنکه سرانجام سرعت کار را افزایش دهید و بتوانید بر ریتم مناسب و مفید برسید. اما هنگامی که قبل از شروع خودتان را کاملا آماده می کنید، کار را متوقف نمی کنید و باعث بالا بردن انرژی، اشتیاق و انگیزه در خود می شوید. به این ترتیب مرتباً کاراییتان افزایش پیدا می کند و زودتر و بهتر کار می کنید. در واقع هنگامی که مهمترین کارتان را انتخاب می کنید، هر کار دیگری تلف کردن وقت محسوب می شود، زیرا طبق اولویت بندی هایتان هیچ کار یا فعالیت به اندازه این کار مهم نیست. هرچی خودتان را بیشتر موظف می کنید که به ایست روی یک کاری مهم فعالیت کنید، کارایی شما بیشتر و بیشتر می شود و در نتیجه کار را به کیفیت بالاتر و در زمان کمتر انجام خواهد داد. اما هر بار که کار را متوقف می کنید، این چرخه متوقف می شود و به عقب بر می گردید. به همین دلیل انجام کار دشوارتر می شود و وقت بر هدر می رود. آلبرت هوبرت انتظام فردی را این طور تعریف می کند: توانایی مجبور کردن خود به انجام کاری که باید در زمان معین به اتمام رسد، چی دوست داشته باشیم و چی نداشته باشیم. به عنوان آخرین نکته باید بگویم که موفقیت در هر زمینه برای داشتن انتظام بسیار زیاده است. انتظام فردی، تسلط بر نفس و کنترل خود عنصرهای اصلی سازنده شخصیتی برتر و کارآمد هستند. شروع و ادامه یک کار مهم تا تمام کردن 100% آن محک واقعی شخصیت، نیروی اراده و استواری شماست. پشت کار همان داشتن انتظام فردی در عمل است. جالب این است که هر چقدر خود را بیشتر موظف به پشت کار و پایداری در کار کنید، خودتان را بیشتر دوست خواهد داشت و بیشتر به خودتان احترام خواهد گذاشت و در نتیجه عزت نفس شما افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر هرچی خودتان را بیشتر دوست داشته باشید و به خودتان احترام بگذارید، آسانتر می توانید خود را موظف به پایداری بیشتر در کار کنید. با تمرکز کامل روی مهمترین و اصیلترین کار و ادامه کار تا پایان 100% آن در واقع به شخصیت خودتان شکل و قالب تازه می بخشید و تبدیل به یک فرد برتر می شوید. با این کار انسان قوی‌تر، تواناتر، با اعتماد به نفس بالاتر و خوشبخت‌تر خواهد شد و احساس قدرت و کارایی بیشتری می کنید. سرانجام احساس می کنید که از عهده هر کار و رسیدن به هر هدف برمی آید.
بر سرنوشت خود مسلط می شود و به درجه از توانایی و کارایی می رسد که آینده تان را کاملا تضمین می کند. و کلید همین موفقیت ها این است که با ارزشترین و مهمترین کاری را که در هر لحظه می توانید انجام دهید مشخص کنید و آنگاه قورباغه را قورت بدهید. قورباغه را قورت بده. دست به کار شوید. همین روز مهمترین کار یا برنامه را که باید تمام شود انتخاب کنید و فوراً کار را شروع کنید. به محض اینکه اصیلترین کارتان را شروع کردید خود را موظف کنید که آن را به ایست و بدون تأخیر تمام و کمال انجام دهید. به این کار به عنوان امتحان نگاه کنید. ببینید آیا شما آدمی هستید که بتوانید تصمیم به انجام کار بگیرید و آن را تا آخر پیش ببرید. وقتی کار را شروع کردید اجازه ندهید هیچ چیز در انجام آن تأخیر ایجاد کند.